الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت شما عزیزان گرامی. امیدوار هستم که همه شما جور و صحتمند باشین. سلام خاص و کسایی که ما را از یوتیوب تعقیب میکنن و در صفحه فیسبوک آموزشگاه مختلف فراغی تعقیب میکنن. البته یادتان باشه که همیشه سوالایتان را مطرح بکنین، کامنت هایتان، پیشنهادات، انتقاداتتان مطرح بکنین، در کامنت ها بنویسین. به خاطری که اینمی نظر یا انتقاد پیشنهاد شما بر ما انگیزه میته و ما میفهمیم که باز چه رقم یک ویدیو جور بکنیم و از نظر امی باز به خاطر امی بسیار بر ما مهم است. خب امروز هم یک ویدیوی ابتدایی انگلیسی را ما بر شما ارائه میکنیم. البته در درس‌های قبلی هم ما در یک ویدیوی ابتدایی داشتیم صداهای حروف انگلیسی را، حروف بزرگ و کوچک انگلیسی را ما در آن بحث کرده بودیم و امروز میایم سر صداهای حروف انگلیسی و طریقه نوشتن اسم یا نام در انگلیسی. خب این درس ما مهم است بر کسایی که میخواین در نام نویسی یا در صداهای انگلیسی، حروف انگلیسی مشکل دارن، میخواین یاد بگیرن، به اونا مهم است. خب از الف زبر و عین زبر شروع میکنیم. الف زبر، عین زبر این میاد در اسم ها میایه و به جای الف زبر و عین زبر از ای استفاده میشه. در جای الف زیر و عین زیر از ای و آی استفاده میشه. خب اگر بی ضرورت باشه ما هم در انگلیسی هم بی داریم، این استفاده میکنیم. به جای پی از پی استفاده میکنیم، به جای تی یا توی از تی استفاده میکنیم، به جای حروف ثی، سن و صاد. دمی سه حرف باز یک صدای یک حرف انگلیسی اینجا اجرا میکنه. مثلا اس که است در جای هر کدام از اینا میتونه استفاده شود. مثلا بگوییم که سریا یا سعدالله، صابر، اینی اسم ها که است از هر سه حروف هم استفاده میشه. باز اینا فقط اس باز کفایت میکنه. اگر جیم ضرورت باشه از حرف جی استفاده میکنیم. اگر چه ضرورت باشه در جای چه ما از سی اچ استفاده میکنیم که یک حرف ترکیبی است. خب هی الوا یا هی دو چشمه هر دویشان هی است، باز صدایشان مشترک است. در انگلیسی البته باز از اچ استفاده میشه. اگر خیلی ضرورت باشه از اچ استفاده میکنیم که یک حرف ترکیبی است. اگر دال ضرورت بود از دی استفاده میشه، از زال، زی، زاد، زوی. هر چهار حرف ما تقریبا صدای یکسان دارن. باز میتونیم در جای هر چهار اینا حرف زیر استفاده بکنیم یا ز. آر اگر ری که ضرورت باشه از آر استفاده میشه. شین اگر ضرورت باشه از اچ استفاده میشه، یک حرف ترکیبی است. فی ضرورت شد از اف استفاده میشه، در جای قاف از کیو استفاده میشه. کاف که استفاده میشه، در جای گاف از جی استفاده میشه. اعلام در جای اعلام از ال استفاده میکنیم، در جای حرف میم از ام استفاده میشه و در جای حرف غین از جی اچ استفاده میکنیم که یک حرف ترکیبی است. نون ضرورت شد ان استفاده میشه. واو اگر ضرورت شد دبلیو یا دبل او استفاده میشه. خب بعضی وقت هم او هم استفاده میشه خودش. اگر یا ضرورت شد وای آی دبل ای اینا استفاده میشه. خب اینجا یک سه تا صدا یا واول زبان دلیل هم بگیم. زبر اگر در جای زبر یعنی جایی که زبر داشته باشه، حرفی که زبر داشته باشه شما ای را استفاده میکنین در جای زبر. زیر به جای زیر از ای استفاده میشه، در جای پیش از یو یا او استفاده میشه. اینا ما اولا در اسم ها کار میکنیم که چه قسم اینا میاین. مثلا احمد در اول داریم. احمد چند حرف داره؟ 4 حرف داره.
خب در انگلیسی باز احمد چند حرف داره؟ 1 2 3 4 5 حرف داره. به خاطر چی؟ یگان تا پرسان میکنه که چرا این 5 حرف است، او 4 حرف است. اینجا باز صدای زبر زیر پیش ما در نظر میگیریم وقتی که اسم دلیل ما نشته میکنیم. خب مثلا الف در مقابل الف ای را داریم، در مقابل ه اچ را داریم، در مقابل میم ام داریم. اما اینجا ای چرا آمد؟ چرا که اینجا زبر داره، سر میم زبر داره، از اون خاطر ای نشته کردیم. باز در جای دالم دی نشته کردیم. خب علی که 3 حرف داره، این هم 3 حرف داره. آره زبر هم داره سر عین. چرا این 4 حرف نشد؟ به خاطری که ما در اول بحث ما گفتیم که الف زبر و عین زبر اگر کار باشه یک حرف استفاده میکنیم. مثلا عین زبر در اول آمده، از ای استفاده کردیم. خب به خاطر لام الش نشته کردیم و به خاطر یا هم از آی استفاده کردیم. خب بهار باز به این شکل نشته میشه، به خاطر بی از بی استفاده کردیم. اینجا زبر داره، باز ای نشته کردیم. دیگه هی دو چشمه است، به خاطر همون اچ، به خاطر الف هم ای. سعی کنیم به خاطر زبر هم ای آمد، به خاطر الف هم ای آمد. باز به خاطر ری اینجا آر نشته کردیم. باز یکان وقت خواندن برای ما یک ذره مشکل تر میشه، چون به خاطر زبر هم ای نشته کردیم، به خاطر الف هم ای نشته کردیم. ممتاز باز وقتی که عادت بکنیم، تمرین زیاد بکنیم، خواندن آسان‌تر میشه. باز چون نامای فارسی را ما بلد هستیم که چه قسم خوانده میشه. این بهار هستیم، ما این را باز باهار خوانده نمیتونیم، چون بهار اینجا ای ما صدای زبر میده. یحیی اینجا اول اسم ما یای داره، باز به خاطر ما از وای استفاده کردیم. اینجا زبر است ای و اینجا هی است اچ نشته کردیم. بازم یا آمد، از وای استفاده کردیم. اینجا یای دیگه ما صدای الف داره، از ای استفاده کردیم. در محمد هم این دیگه هست، مثلا 4 حرف اینجا است، باز 8 حرف اینجا است. انگلیسی باز به خاطر پیش و تشدید و زبر این دیگه ما حرفا را اضافه ساختیم. مثلا به جای میم از ام استفاده کردیم، به جای پیش از او. خب به جای هی از اچ استفاده کردیم، اینجا زبر هم داره، به خاطر همون از ای استفاده کردیم. اینجا میم داره، ام نشته کردیم و سر میم هم یک تشدید است. جایی که تشدید آمد اونمو حرف 2 تا نشته باید بکنیم، یعنی 2 دفعه صدا میده. محمد که گفتیم اونجا 2 دفعه میم گفته میشه، از اون خاطر 2 دفعه ام نشته کردیم. یکی به خاطر خود میم، یکیش به خاطر تشدیدش. خب اینجا زبر هم داره، بعد از ام یک ای نشته کردیم به خاطر زبر. اینجا دال است، باز دی نشته کردیم. کابل به این شکل به خاطر پیش یو نشته کردیم. فاریاب سعی کنیم این واضح است، نظر در تشریح نیست. بعضی اسم های ترکیبی هم داریم، مثلا عبدالرحمن. اینجا عبدالرحمن نشته شده، لیکن الف لام اینجا ساکن است. الف لام چیه؟ صدا نمیده، یعنی ساکن به این معنی است که سایلنت است. خب بنابراین عبدالرحمن خوانده میشه، عبدالرحمن. از اون خاطر اینجا دبل آر نشته کردیم، 2 دفعه آر. شاید یگان تا نشته بکنن که عبدالرحمن. باز بجای اینمی 2 تا آر چه بکنن؟ عبدالرحمن مثلا. خب اینجا یک آر کلان هم نشته کنیم، عبدالرحمن. باز عبدالرحمن خوانده نمیشه، اینی عبدالرحمن است. از اون خاطر ما 2 تا آر نشته کردیم. خب غلام رسول است. غلام رسول هم باز جی اچ ما گفتیم صدا غیر نمیتر. اینجا پیش داریم به خاطر اون یو نشته کردیم. غلام به خاطر لام هم ال، به خاطر الف ای، به خاطر میم ام نشته کردیم. رسول هم باز ری زبر داره، بعد از آر ما ای داریم به خاطر زبر است. اینمی اس به خاطر سین است،
او به خاطر واو ساکنش است، ال به خاطر لام است. خب تشکر دوستای عزیز، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستیم که اینمی در درس مورد پسند شما قرار بگیره. سوال بکنین، پیشنهاد، انتقاد، هر چیزی که شما دارید در صفحه فیسبوک، در یوتیوب شما مطرح بکنین، چون توجه شما بر ما انگیزه میده تا ویدیوهای را بسازیم که شما آموزش بگیریم. تشکر، تا دیدار بعد.